خب آقا سلام، بذاریم اسکول بیارم. یه رفیق دارم خیلی اسکوله بچه، بذاریم بیارمش. بچه شاید صدای من دیگه برش چون مجبور میشم چیز کنم. خودتون به 3 نفر همزمان درخواست بدیم، یکیشون قبول نکنه واقعا شکست میخورید. خب بچه ببین، من یه ذره دیگه به این درخواست بدم. مثلا من مو رو اینجا بزنم، یه همچین چیزی میاد. حالا کاری نداره، وارد آرونا میشیم و استارت میکنیم دیگه. بله دوستان، ما به رفیقامون درخواست میدیم و نمیان. خیلی منطقیه. خیلی خوب باشه، شما شاید تو کدوم مپ بازی کنین؟ نیویژن کجا؟ یک مپی به نام این مپ رو بچه ها بذارید من با تلفنات به شما نخوام. بذارید این مپ رو شما دارید میبینید. وای خداست، این مپ خداست. بچه ها ما الان اونجا بودیم ولی داریم میریم به سمت انمی ها برایش بزنیم. چرا؟ شما بروکنی؟ حاجی من یه دمیج به بروکن اون بالا دادم، اون دلغک اون بالا. خب بچه بذارید من آرمورم رو فول کنم. بچه اصلا پشما بنده. حاجی بچه فشار داره واقعا. بذارید من کیارم باید بشینم بچه، اینطوری نمیشه. بچه ها من بهم نگید نوب، اولین ویدیومه بالاخره. حالا به لیول اکانت نگاه نکنید، من قوی هم بالاخره. بچه ها نگید صبح بگیرید به من درخواست میدید، من درخواستش رو قبول نمیکنم. بذارید من یه کیارم بچینم، اعصابم خورد میکنه حاجی واقعا. من نمیتونم این کیارم بچه ها، کیارم وانشاتی یه برداریدش کنید. خیلی خوب بچه ها، من مجبور شدم برم کیارم بکشم. یا بچه اگه نشد خب من این ویدیو رو آپلود میکنم برای ولی خیلی خوب مجبورم برم یه مچ مولتی بازی کنم. اگه یه مچ نبریم میریم مولتی. یه دیل بدون اتچمنت میذارم، ویدیوشم براتون بعد این ویدیو آپلود میکنم، یعنی فردا آپلود میشه ویدیو دیل بدون اتچمنت. خیلی شانس ما
الان ببین یعنی در ثانیه اول وان شات میشم. نمیدونم بچه من نمیدونم بشه یارم بکنم پلی بدم، احتمال نمیدم. تضمین نیست. پشما ماجی من ببینه بچه هیچ تضمینی نیست وین بگیرم. صرفا جهت سرگرمی اومدم ویدیو بشه 10 دقیقه بچه ها من پاز میکنم. ببینید ویدیو همون سر 10 دقیقه قراره پاز بشه. نه این ببر من گردونه مردونه راست کرد بکنم پول ندارم بزنم. پولم اگه داشته باشم من اکانتمو یادم رفته. اگه کسی میدونه من چجوری باید رمز اکانتمو بفهمم کجاست توی کامنت ها به من بگید. سیزن 7 ما سیزن 6 اینطوری پیدا میشد. سیزن 7 رو نمیدونم. سیزن 7 بچه ما اینجا تو کاستوم یه وانشات هایی میزدیم. کاستوم 100% براتون ویدیو اون باید بذارم. کاستوم رومایی که ما میذاریم مثل جایزه داره من یه پیج اینستامو براتون میذارم. شما میتونید برید کاستوم روم رو استوری میذارم میگم این ساعت کاستوم روم هست. پسورد و چیزش هم براتون میذارم. یه بسیار کنم من یعنی میتونستم بزنم برای خودم. ببینید بعضی هستن ادای بروکن رو میخوندن ولی انه بروکن هم نیستن. پشمان بگزن. خب بچه ها ببینید من گفتم تضمین نیست. تضمینی نیست. آره بچه ها واقعا نه جدا از شوخی من پیج اینستامو برای شما قرار میدم و میتونید برید اینستامو و چه ساعت کاستوم داریم. کاستوم های ما بچه ظرفیتش تهش 24 تا 16 و 8 هستش. تهش 24 یا 8 تایی هستش که میتونید بیاید شرکت کنید. حالا کاستوم فانم قراره بذاریم جدید و با رفقا بینیم کاستوم فان اصلا عشق کاستوم روم اسنایپ. کاستوم روم اسنایپ قوی قدرت با بچه ها هماهنگ کنم. بچه صدای بچه ها رو هم بچه ها بشنوید. آره خلاصه میتونید بیاید تو کاستوم های فان ما شرکت کنید و کاستوم فان ها رو هم بچه 100% میذارم بیاید شرکت کنید اشتغال کنید. ببینید این اچس دیگه تر وان شده. اتچمنتشو میذارم برای دیگه گفتم من اون اولا تست کردم وان شد نبود نه بعدم نیست. حالا خب بچه من الان یه گان دارم زرنگ بازی کنم برای ببین این اکتیویژن این مپ رو نباید کارو میکرد. الان من گان دارم ولی خب دهش منطقی ترین چیزی که فقط یه کنید یار البته یار چقدر بد دمیجی مونده. خوردم وای بابا ریدم توش داده نزن. من یه تلگرام تخمی دانلود کردم
بابا بزرگم به قرآن گوشی نداره تو تلگرامه. بچه ها ببینید من تضمینی نیست بخوام همین اولین مچم رو وین بگیرم. البته اولین مچ نیست، یه ساعت داریم بازی میکنم. بچه چند دقیقه ویدیو شده؟ 10 دقیقه ویدیو شده. ولی خب تا این مچ رو وین نکنم، این مچ رو یعنی کامل نکنم براتون ویدیو رو قطع نمی‌کنم. میشنم پارتیش کنم. بچه ها من رفیقم این چنل داره، حالا تضمین نمیدم خیلی خفم بوده، ولی خب 2 تا ویدیو گاد توش گذاشتی که 2 تا ویدیو توش گذاشتی که میتونه توجهتون رو بخوری زیاد. بچه ها شو بدن چطوری نمرد؟ چطوری نمرد؟ خیلی خوب بچه ها من گفتم بهتون قول میدم و ویدیو اتچمنت چیز دیل بدون اتچمنت رو فردا براتون آپلود میکنم مثل که میدونید. فعلا